یکی از کارهای دیگه ای که خیلی جالبه و با مانوس میشه انجام داد اینه که بیای بازی بساز. من اومدم از گزینه کرییت گیمز استفاده کردم و یک بازی ساختم که از اول میریم با هم بررسی کنیم. ببین من اومدم یه پرامپت خیلی ساده بهش دادم و ببین چتم چقدر طولانیه و اومدم از این ویژگی مانوس که الان نامحدود بوده استفاده کردم. گفتم که یک بازی به سبک جی تی ای برام طراحی بکن که یو آی یو ایکس خیلی قشنگی داشته باشه. بعد میاد سوالات مختلف میپرسه، مثلا میگه که اگر میخوای توی شب آسفالت قشنگتر به نظر بیاد، خیابان خیس به نظر بیاد، چراغ کهربایی باشه و غیره، این کارو بکن. توی بحث مربوط به ساخت بازی چون ما خیلی چیزا دیگر رو نمیدونیم، بهترین کار اینه که به گزینه‌هایی که خودش پیشنهاد میکنه هی عمل بکنیم، همینجور بندازیمش توی لوپ و همینجوری خروجی بگیریم. ببین مثلا اینجا نسخه اول رو بهم داده، بعد این چیزهایی بوده که پرسیده، من گفتم همه رو اعمال بکن. مثلا سیستم تعقیب و گریز پلیس با سطوح مختلف جرم و ماشین‌های پلیس که بازیکن رو دنبال میکنن اضافه بکن. ترافیک شهری شامل ماشین‌های دیگر و عابران پیاده رو به محیط اضافه بکن. یک سیستم گاراژ طراحی بکن که در اون بازیکن بتونه ماشین‌های مختلف رو انتخاب بکنه و ظاهر اونها رو شخصی سازی بکنه. اینا چیزایی بوده که خودش هی پیشنهاد میداده، هی من گفتم همه اینا رو اعمال بکن. دوباره رفتیم جلوتر، اینو ساخته، دوباره چند تا چیز دیگه پیشنهاد داده، گفته یک سیستم آسیب برای ماشین بازیکن اضافه بکن، هوش مصنوعی عابران پیاده و ترافیک رو بهبود بده، مأموریت‌های فرار از محاصره پلیس رو مد نظر بگیر. دوباره آپدیت کرده، دوباره یه سری چیزا پیشنهاد کرده، سیستم ارتقای عملکرد ماشین مثل افزایش سرعت، هندلینگ و مقاومت بدنه، یعنی تا جایی که ممکنه به فیزیک سینماتیک و کینماتیک پایبند باشه، حالا در عین حال طراحی و جاذبه بصری هم داشته باشه. بعد دوباره هم میاد میگه که این کارو بکن، من میگم آره برای ماشینا اضافه بکن که با ارتقا در گاراژ مثلا مدت زمان و قدرتشون بیشتر بشه، نیترو، یه سیستم نیترو بهشون اضافه بشه، آپشن های بازی رو اضافه کرده. همینجوری هی سوال و جواب کرده. ببینین چقدر طولانی بوده. هی من ازش خواستم که آپدیت بکنه، هنوز هم جای اضافه کردن داره، ولی بریم آخرین نسخه‌ش رو با هم ببینیم که می‌خوایم پابلیشش بکنیم و همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن. ببینید اینجا گفته ویزیتش بکن، بریم حالا یه تستی ازش بگیریم ببینیم که چه جوریه. یه اینجور فضایی داره، اسمشو گذاشته شبکه شهری، مثلا شهر خواب نیست، خواب نباشه، مسیر کوتاه، محموله حساس، خیابانایی که حافظه دارن، مقصد رو بگیر و بدون توقف تحویل بده، مسیر پویا. حالا اومده مپ گذاشته و حالا من میرم روی آغاز عملیات، زیرش هم گفته که با مثلا بالا پایین چپ راست رانندگی بکن یا WASD. من میذارم به این فضایی که از بالاست. اول ببین چقدر گزینه اضافه کرده، همه اینا رو از من پرسیده بود، من ازش خواستم اضافه بکنه. اعتبار نمیدونم نیتروژن الان 100%، وضعیت بدنت 100%، بعد مسیر شبانه و غیره. حالا شروع میکنیم به مسیر، حالا با زاویه سه بعدی داره به ما نشون میده اگر بتونیم که خب مثلا که اینجا ببین الان من مثلا تصادف کردم، وضعیت بدنم شد 91%. حالا دوباره ادامه میدم ببینم چه جوری اینها رو که الان میبینی به عنوان دود یا هر چیزی که هست اضافه شده بهش از من پرسیده. الان دوباره من خوردم و ببین الان ماشینایی که اضافه شدن اینجا وجود دارن. الان پلیسه که داره اضافه میشه و تعقیب پلیس. ببین الان پلیس دنبال منه. اینجا سرعت، نیتروژن، وضعیت بدنه که چند بار تصادف کردم و غیره. افکت صوتی هم میشه بهش اضافه بکنیم که من ببین الان تو خیابونه بارانی مقداری رانندگیش به صورت لغزان هم هست. بدنه الان شد 70%، ضعیف‌تر الان شد 69%. و یه مپ داره اینجا. ببین اینجا همه موارد داره می‌نویسه. چسبندگی به زمین مثلا 99%، هوا 100% رطوبت داره، بارونیه، رکورد خیابان، اسکله و غیره، وضعیت پارک، همه اعتبار و اینا رو نوشته. همینجوری که باش کار بکنی. ببین الان برای صدا هم یه چیزی اضافه کرده که حالا احتمالاً شما نشنوین، ولی رکورددار رو هم یه دیتابیس برای رکورد داره، اسکله فیروزه‌ای، پیچ جنوب و وضعیت گاراژ رو هم میگه. مثلا یه اتاق تیونینگ داره. ببین چقدر قشنگ اینجا اومده طراحی کرده. بعد 3 تا ماشین پیشنهاد داده، حالا شکلشون اینجا نذاشته، مثلا مورای جی تی، ورتکس 81 و سیبل آر
که هر کدومشون یه ویژگی دارن. توی اتاق تیونینگ میتونیم انتخابشون بکنیم و استفاده بشه. جز موارد دیگه این ببین همین جوری که ادامه داده این آپشن ها کم کم اضافه شدن و هی سوال از من میپرسیده، منم هی بهش جواب میدادم و اضافه شده و به اینجا رسیده. بازم جای کار بیشتر داره، ولی ساختن همین داستانی که داری میبینی پیشتر از این موضوع خیلی سخت نفسگیر بوده. الان تنها با چند تا پرامپت، فقط یه پرامپت ساده من دادم همون اولش، گفتم یه بازی طراحی بکن و دیگه بقیه چیزا رو خودش گفت آیا این کارو هم میخوای انجام بدی، این کارو هم میخوای انجام بدی، یه پیشنهاد داد و من ادامه دادم و به اینجا رسیدم. از این بهتر هم قطعا میتونه بشه و باز هم میگم که میتونه مخصوصا برای بازیایی که داخل موبایل انجام میشه از این روش استفاده بشه، به صورت بازی توی گوگل پلی به فروش برسه. جزء موارد خیلی خوب است. این هم یکی از کارهای خیلی جالبیه که با مانوس میشه انجام داد.